سلام و درود میفرستم به شما دوستان عزیز. من آرشام پارسی هستم، دبیر سازمان IRQR و فعال حقوق دگرباشان ایران. این سومین برنامه هست که در خدمت شما عزیزان هستم و همونطور که در برنامه قبل گفتم یک سری سوال و جواب هایی هست که بین یکی از دوستان ما و دوست اینترنتی اون در بر گرفته و اون برای من فرستاده. من اون رو خیلی جالب دیدم و دوست دارم براتون اینجا میخونم و یه مقدار در رابطه با اون صحبت میکنیم. این تنها نظر این دوست نیست، خیلی از آدم ها هستن که همچین دیدگاهی دارن و متاسفانه حالا یا خوشبختانه من هم خیلی با همچین آدم ها سر و کار دارم و بایستی باشون صحبت کنم. این دوست دگرجنسگرایی ما با یکی از دوستان خودش در ارتباط با همجنسگرایی صحبت میکرده و سوال به جایی رسیده که توضیح داده که همجنسگرایی در وجود داره، ژن همجنسگرایی وجود داره و نباید سرکوب بشه. همچنین دلیل آورده که در بعضی از حیوانات هم همجنسگرایی وجود داره، به این دلیل این یک حس طبیعی است و نباید سرکوب بشه. و اون دوست اینطور براش نوشته: اینکه ژن همجنسگرایی در بعضی وجود دارد دلیل بر این نمی شود که به همجنسگرایی مشروعیت بدهیم. اینکه بعضی حیوانات هم دارای این خصلت هستند استدلال مناسبی برای مشروعیت دادن به همجنسگرایی نیست. برای مثال ژن سرطان در انسان‌ها وجود دارد که به سبب تحریک عوامل محیطی فعال می شود. آیا صرفاً چون ژن سرطان در بدن وجود دارد شما سرطان را مشروع می دانید؟ آیا سرطان را یک بیماری می دانید که نباید سرکوب شود؟ مطمئناً اینطور نیست. بنابراین وجود ژن همجنسگرایی هیچ مشروعیتی برای این خصلت ایجاد نمی کند، بلکه از نظر ما همجنسگرایی همان سرطان اخلاقی و اجتماعی است. فرمودید که بعضی حیوانات هم دارای این خصلت هستند. این هم مشروعیتی ایجاد نمی کند. ما انسان‌ها مدعی هستیم که مرتبه‌ای بالاتر از حیوانات هستیم. اینکه شما از زندگی حیوانی مثال می‌آورید برای مشروعیت دادن به یک عمل انسانی در واقع دون دانستن انسان و کمال انسانی است. البته بین زندگی انسان‌ها و حیوانات اشتراکاتی نیز هست و البته افتراقاتی هم هست. خیلی از کارها را حیوانات می‌کنند که لزوما نباید انسان‌ها مرتکب آن شوند. بنابراین مثال آوردن شما از زندگی حیوانات به هیچ عنوان به همجنسگرایی در بین انسان‌ها مشروعیت نمی‌دهد، بلکه غایت این استدلال این است که چنین خصلتی در بین بعضی حیوانات هم وجود دارد. این استدلال ثابت نمی‌کند که این کار در نظر انسان‌ها مشروعیت دارد. نکات جالبی که من وقتی که این سوال و جواب رو میخوندم بهش پی بردم اشاره کردن به مشروعیت هست. مشروعیت یعنی از نظر شرعی و اسلامی و حالا هم میتونه حالا دین اسلام باشه یا مسیحیت یا یهودیت یا هر دین دیگه، ولی ما اینجا بحث بر مشروعیت به نظر من نداریم. بحث برای مقبولیت اول هست، چون تا یه چیزی رو قبول نکنی نمیتونی راجع بهش صحبت بکنی. و جالب اینجاست که ژن همجنسگرایی رو آوردن که خب در قبل صحبت کردیم حالا این یک فرضیه است که ژن همجنسگرایی وجود داره، ولی جالب اینجاست که اشاره شده ژن سرطان در انسان‌ها وجود داره. تا اونجایی که من میدونم چیزی به اسم ژن سرطان وجود نداره و سرطان ازدیاد خارج از رویه سلول‌های بدن میمونه که بدون تناسب اینها اضافه میشن و خب سرطان میشه و غدد سرطانی ایجاد میشه و اعلام شده که آیا این ژن سرطان باید مشروع دانسته بشه یا نه. باز بحث بر شرعیت و مشروعیت سرطان و یا ژن اون وجود نداره. سرطان وجود داره و بایستی درمان بشه، ولی اینجا اشاره شده که باید سرکوب بشه. آیا صرفاً چون ژن سرطان در بدن شما وجود دارد سرطان را مشروع میدهید و نباید آن را سرکوب کنید؟ معمولا سرطان سرکوب نمیشه، درمان میشه و همه بر فکر در تکاپو هستن که این بیماری رو درمان کنن و علاج کنن، ولی دنبال سرکوب فکر نمی کنم کسی باشه. و مقایسه اون با رفتارهای حیوانات. بله در بعضی از حیوانات هم جنسگرایی وجود داره، به خاطر اینکه این همونطور که قبلا هم اشاره کردم این یک گرایش جنسی هست و مهم نیست که حالا بین حتما انسان ها باشه یا حیوانات. در بعضی از حیوانات هم جنسگرایی مشاهده شده که یکی از نمونه‌های بسیار معروف و مشهور آن بین پنگوئن ها هست. دو پنگوئنی که در آلمان زندگی میکنن و نه تنها این دو مرد، این دو به اصطلاح حالا جنس
جنس مذکر پنگوئن ها سال هاست دارن با هم دیگه زندگی میکنن و ارتباط برقرار میکنن و با هیچ ماده ارتباط برقرار نکردن تا به حال. اتفاق خیلی خیلی جالبی هم که افتاده بود این بود که یک پنگوئن ماده که تخم گذاشته بود و اون تخم و پنگوئن ماده و اون به اصطلاح نر پدر و مادر این تخم از بین رفته بودن و این دو پنگوئن گی اومدن و مسئولیت مراقبت از این تخم رو به عهده گرفتن و الان اون بچه پنگوئن هم به وجود به دنیا اومده و اینها دارن ازش مراقبت میکنن و در خیلی از رسانه‌ها از این خانواده پنگوئن ها هم دارن به اصطلاح نام میبرن. بعضی ها این دلیل رو میارن که در حیوانات هم همجنسگرایی وجود داره. خب به نظر من این مقایسه بین انسان و حیوان نیست. معمولا فکر میکنم در جواب طبیعی نبودن همجنسگرایی این مثال حیوانات آورده میشه، چون من خودم یادم با مادر یکی از دوستان همجنسگرا صحبت میکردم و من گفت آشام این طبیعی نیست، در طبیعت وجود نداره، تو نگاه هم بکنی تو طبیعت هم این رفتار همجنسگرایی نیست. من گفتم چرا؟ در پنگوئن هست، در گاو هست، در میمون هست، در شتر هست، اینها دیده شده. و دقیقاً جواب بعدی این بود که یعنی میخوای شخصیت انسان رو انقدر در حد گاو و شتر پایین بیاری که همجنسگرایی رو توجیه کنید؟ و جواب من این بود که همین الان شما دارید میگید حتی در طبیعت هم وجود نیست و من دارم فقط پاسخ شما رو میدم که در طبیعت هم وجود داره و اصلا بحث من بحث شأن انسان و یا حیوان نیست، هرچند که اون مباحث خیلی زیادی هست که نه در تخصص من هست و نه در حوصله من.